اگر تو کریسمس گذرت به آتن افتاد حتما به این محله یه سر بزن. اما تو شب برو حتما. با من همراه شو تا برات بگم چرا. خیابون پیتکی تو شهر آتن در ایام کریسمس تمام مغازه ها و کافه ها و رستوراناش دکورای کریسمسی میزنن. و حالا چرا گفتم تو شب؟ چون تو شب همه نورها و دکورای کریسمسیشون روشن میشه. نگم از وایب باحال و کریسمسیش. حس قدم زدن توی یه دنیای جادویی رو داره. فروشنده و گارسون ها لباسای رنگی رنگی و کریسمسی میپوشن و خیلی خوش برخوردن. میتونیم باهاشون کلی عکسای باحال بگیریم. خلاصه هر گوشه از این خیابون کلی لوکیشن خوب هست برای عکس گرفتن یا حتی وقت گذروندن توی کافه هاش و رستوران هاش. یه نکته راجع به کافه لیتل کوک که در انتهای این خیابون وجود داره اینه که دکوراسیون اون اغلب مطابق با فصل و رویدادهایی مثل هالووین تغییر میکنه. ولی دکور کریسمسیشون بارزترین دکور اونهاست. گارسون شما توی این کافه میتونه شخصیت‌های کارتونی مثل سفید برفی یا سیندرلا باشه. پس حتما تو ایام کریسمس اگر آتن بودی به این محله سر بزن. اونم تو شب.